سلام رفقا، خوبید؟ حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از ویدیوهای آکادمی خلاقساز من خوش اومدی. امروز قراره ساخت یه ماکت زنبور عسل و کندو با هم دیگه بسازیم. پس تا آخر ویدیو با من باش. قبل از شروع ازتون میخوام که منو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو بتونی ببینی و منو حمایت کنید. خب بچه‌ها، برای شروع و مرحله اول من از چند تا مهره 8 استفاده میکنم برای ساخت کندو. از ساخت کندو شروع میکنم و دونه دونه و تک تک مهره ها رو یه زاویه خیلی کم بهشون میدم که کندو تشکیل بده. خب برای این کار بچه‌ها من تک تک این مهره ها رو برای کندو استفاده میکنم و یه زاویه خیلی کم بهش میدم که بعداً اون زنبور رو روی کندو قرار بدم. پس سعی میکنم زیاد صحبت نکنم و مشغول ساخت این کندو باشم. برای این کار بچه‌ها زیاد احتیاج نیست که چسب حتما خیلی باشه و چیز اینا، چون این خودش یه قطره خیلی کم بزنید خودش مهره به مهره‌های بعدی میچسبه و سعی کنید زیاد نزنید، چون هم شکل ظاهری کندو بد میشه و هم دستتون یه موقع چسبونکی میشه و جداسازی اون چسب از دستتون خیلی سخت هستش. خب تا من این چیزو درست میکنم میخوام ازتون یه سوالی داشته باشم. تا اینجای کار که ماکتایی که ساختم کدومش باحال و جذاب بوده و شما تونستی خودتون یه دونه عین من بسازید؟ تو کامنت ها حتما بهم بگید ببینم چه ماکتی تونستید بسازید. خب من برای این کار مهره‌هام خیلی زیادتر بود. شما میتونید این مهره‌ها رو کمتر کنید که یه موقعی خسته نشید یا مهره کمتر داشته باشید میتونید از اونم استفاده کنید. خب من این قسمتم چسبکاری میکنم و مهره‌هامو به صورت پنج‌زده میچینم. به نظر من بچه‌ها این ساخت کندو یه خورده زمان میبره، وگرنه ساخت اون زنبور عسل به عبارتی خیلی سخت نیستش و کارتون سریع انجام میشه. فقط کافیه این کندو رو درست کنید و بذارید کنار که زنبور به راحتی ساخته میشه. خب اینجا یه مهره
قشنگ سر جاش وای نمیسه. من مجبورم یه خورده دیگه چسب بزنم و اونو بچسبونم به مهرهای بعدی. خب این مهره آخرم میچسبونم و کندومو درست کردم و میذارم کنار. خب یه خورده از این چسب دستم چسبیده و جدا کردنش سخت میشه برای من. خب میرم برای ساخت اون ماکت زنبورمون. برای این کار من از یه پیچ و مهره استفاده کردم. اون پیچ رو یه حالت زاویه خیلی کم خم کردم و اون زاویه خم رو به پایین زدم، میچسبونم بهش و با اسپری خشکش میکنم. خب من اینو میزون میکنم اول ببینم باید چطوری قرار بدم که قشنگ فیکس بشه. من اون برای این کار از چند تا میخ 1 سانتی استفاده کردم. ته اون میخا رو با انبار دست میچینم که راحت تر زیر اون واشر قرار بگیره. خب بچه چیزو ترک نکنید ویدیو منو، چون قسمت بعدی خیلی بالتر هستش و ساخت خود ماکت زنبور هستش که یه نکته خیلی خاص داره که آخر ویدیو میبینی با هم دیگه. یه چیزی هم اینجا باید بهتون بگم، این میخوایی که میخوای برای قسمت پای زنبور استفاده کنی یه زاویه باید بهشون بدی خم کنی مثل ال شکل که شکل اون پاها به دست بگیره و روی پیچ و مهره نصبش کنی. من 3 تا رو یه طرف میزنم و 3 تای بعدی رو طرف مقابل میچسبونمش. یه خورده فقط اینجا دقت لازمه که اون پاها در یه راستا قرار بگیرن و کج و کهله نشه. به عبارتی یه خورده چسب میزنم که محکمتر بشه و خودشو بگیره. خب میرم سراغ طرف مقابل برای پای طرف مقابل رو نصب کنم. یه خورده این قسمت نگه داشتن این پا خیلی سخت هستش. یه خورده باید تمرکزتون رو بیشتر و کارتون رو با دقت انجام بدید. الان من یه خورده کج گرفتم و از دستم افتاد، دوباره نصبش میکنم. یه خورده نگه میدارم تا خودشو بگیره. یه خورده دیگه چسب میزنم و با اسپری خشکش میکنم. خب اینم از پاهای زنبور. میرم برای قسمت بعدی بالای زنبور هستش. خب بچه ها کم کم داریم
ماکت زنبورمون شکل واقعیشو به دست میگیره. امیدوارم که تا اینجای ویدیو که دیدی خوشت اومده باشه و تا آخر ویدیو حتما با من باش، چون مرحله آخر خیلی حساس هستش و نصب ماکت زنبور روی کندو هستش و میخوام روی کندو فیکسش کنم. پس تا آخر ویدیو با من باش. بچه تا اینو من نصب میکنم میخوام بدونم که این بال یا پاهای این زنبور عسل یا قسمت دیگه چه مدلی میساختم که بهتر باشه و قشنگتر بشه. حتما تو کامنت ها بهم بگید. خب من ماکت زنبورم تموم شد و میرم برای نصب روی کندو. با چسب زیر پاهای زنبور و عسل چسب میزنم و فیکس میکنم روی کندو. یه اسپری میزنم که زودتر خودشو بگیره. خب اینم از ساخت زنبور عسل و ماکت. از چند زاویه نگاه میکنیم ببینم جایی مشکل داره یا نه. خب من یه جایی باید محکمش کنم، پس با چسب اون محکم کاری رو انجام میدم. شما هم اگه دارید میسازی همین کار رو انجام بدید. خب اینم از ماکت زنبور و کندوی عسل ما. میخورده این بالای پر زنبور یه خورده احتیاج به چسب داره که من اونو چسب کاری میکنم. خب با اسپری میزنم که خشکش کنه و اینم از اتمام کار. اینم از زنبور و کندوی عسل ما. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برای آخر کار هم میتونین یه رنگ زردی به اون دم زنبور بزنید که قشنگتر بشه. من چون نداشتم نزدم، شما حتما استفاده کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه و برای اینکه ویدیوهای بعدی منو از دست ندی منو سابسکرایب کن و لایک فراموش نشه. خدا نگهدار.